طی یکی از تماس‌های امروز همکار ما با یکی از این آگهی‌هایی که درخواست منشی کرده بودند، از اینکه باشون صحبت شد، یک آدرسی رو دادن حوالی خیابان ظفر و گفتن که شما تشریف بیارید اونجا و مصاحبه انجام بشه. اما بعد از مدتی تلفنی زده شد به همکار ما از طرف ایشون و ایشون مسیر رو عوض کردن، گفتن که یک آدرس دیگه به شما میدم سمت قیطریه و حالا ما هم تغییر جهت دادیم و میخوایم بریم به این آدرسی که ایشون دادن. اما قبل از اینکه برسیم به اون آدرس یک تماس تلفنی دیگه همکار ما با ایشون دارن، یه مکالمه گوش بدیم و بعد بریم به آدرس. الو سلام. سلام، خوبی؟ مرسی، شما خوب هستین؟ مرسی. من الان سمت قناتم، بعد بیام کجا؟ چهارراه قنات. آره. خب پس همونجا پیاده متاسفانه باید بیایم بالا. چی؟ از اونجا پیاده باید بیایم بالا. خب باشه، مسئله نیست، بعد بیام سمت بالا. آره بریم خیابان رحمانی. خب بله. رحمانی رو بپرسیم کجاست، همون چهارراه قنات رحمانی. خب. رحمانی تشریف میاریم بالا تا سراح منظریه. من یه سوال داشتم ازتون. میتونم جان. بپرسم؟ خب ببینم همه کسایی که امروز مراجعه میکنن به شما برای منشی، میخواستم ببینم همشون میان اینجا یا که فقط من اینطوریم، شریک من اینجوریه؟ آها، یعنی فقط من میام، یعنی فقط من اینجوریم. باشه پس مشکل نیستش دیگه، ولی من میام دیگه. قربان شما. من شاید یه دفعه برم بالا پشتا بیم این آقایی که داره. بله؟ این آقایی که داره اینجا ریسیور رو وصل میکنه هی میره بالا میاد سر دیگه کارش داره تموم میشه. خب من 5 دقیقه دیگه اونجا. باشه در خدمت. باشه قربان شما. خدا. مرسی. خدا. چی شد که من از اونجا گفتیم بیاین اینجا؟ هیچ تعجب بودن. خب شرکت اونجا بوده آخه چیز بود، امروزکن نیستن اونجا، قرار گفتیم وعظه نمیتونن بیان. یه سر آموزش باید ببینیم. آموزشش چجوری باید ببینیم؟ همینجا خونه شما؟ همینجا میشه باشه. چه ساعتی؟ صبح دیگه. باشین امروز نهار بشین. اگه چیز بشه باید تماس میگیرم که بیام نهار پیشتون باشم. باشه. بعد کلا اگر بیاییم جلسه هم بدم باشه مسئله نیست. علت مراجعه شما به این واحد آپارتمانی حالا به عنوان دفتر، شرکت، خونه چیه؟ صبح زنگ زدم به شمارهشون، بر نداشتم. شمارهشون از کجا پیدا کرده بودین؟ تو روزنامه بود همشهری. بر نداشتن، 2 تا خطم بود. بعد یه همراه داشت، همراهشو گرفتم، گفتن که من الان به این آدرس هستم، آدرس اونجایی که کار دارم نیست. کجا بود اون آدرس؟ نگفتن. گفتم من الان اینجا، میتونین بیاین؟ گفتم بله. گفت تا ظهر بیاین. گفتم که من میام تا ظهر. بعد آدرس رو به من دادن و بعد من اومدم. ویژگی های شما، ملاک های شما برای جذب منشی چیه؟ خب خوش برخورد باشه، بیان خوب داشته باشه، ظاهر خوب داشته باشه. برای ما میفرمایید که اینجا خونه است، دفتر شرکت، کجاه؟ اینجا خونه هستش ولی من نمیدونم، نمیتونم اینجا منشی داشته باشم. شما چرا وقتی که همکار ما صبح با شما تماس گرفتند شما اول آدرس یک محلی رو دادین توی خیابون ظفر، درسته؟ بله. اونجا چون به خاطر اینکه حالت اداری داشتش گفتم اونجا تشریف بیارم. آفرین. پس حالت اداری اونجاست، منشی هم برای اونجا. شما برای جلسه اول که مثلا قرار مصاحبه انجام بشه که حالا ببینید که اصلا این خانم برای کار شما مناسب است، میتونن کارتو انجام بدن یا نه، نهار سفارش میدید، بعد میگید مثلا برو کارتو انجام بده من دوباره بیام. خواستم یه حالت بیشتر رابطه صمیمیت‌تر بشه و چیزتر بشه. یه سوالی از خدمتتون دارم، این که این شیشه ها چیه اینجا؟ اینا شیشه مشروبه دیگه. این همه شیشه مشروب توی دفتر شما به گفته خودت چیکار میکنه؟ مهمون خارجی داشتیم اینجا میومدن چیز میکردن. اون شما موظف هستی که توی دفتر خودتون برای مهمون خارجیتون مشروب سرو کنید؟ خب مهمون خارجی که میان آره تجربه میکنن. شما مگه نگفتی من اساسنامه دارم؟
توی اینجا چیز میکنم. اگر یک جایی باشه مثل شرایط همینجا، یه خونه باشه، یه آقای تنها اونجا باشه، مجرد باشه، این وضعیت داشته باشه، بعد قرار باشه که ناموس تو هم بره اونجا مشغول به کار بشه، تو اجازه میدی؟ نه درسته نه. اجازه هم ندی، اگر اون بره سر خود این کارو بکنه خوشت میاد؟ نه خوشم نمیاد. بعد اگر بفهمی که این اتفاق افتاده چه کاری با اون آقای میکنی؟ اگر که به زور کشونده باشدش که خب پدرشو در میاره، ولی اگر که مثلا اگر مثل تو اینجوری یه ذره گولش مالیده باشه سرشو چی؟ اگه گولش مالیده باشه بیاد و صحبت کنه و خواهم سرسنگی باشه بره که باز نه، ولی اگر که مثلا تجاوزی بهش بکنه یا مثلا یه کاری بکنه خب چرا 100%. یه نفر زنگ میزنه برای شرکت منشی میخواد تا احراز هویت نشه اصلا آگهیش چاپ نمیشه. من میگم آگهی اون قسمتی که از آگهی این آقا رو چاپ کرده چطور احراز هویت نکرده؟ این معنی که میرم آگهی میگیرم میخوام پاشم اینجا که من که نمیتونم اصول دین از اون آقا بپرسم آقا خونه از شرکت زنگ میزنم میگم آقا آدرس بدید من میخوام بیام فرم کنم. پس اونی که اون آگهی رو چاپ کرده مقصره، اونی که اصلا نمیپرسه آقا تو اصلا برای چی آگهی دادی، برای چی منشی خانم میخوای؟ این هم سوال این خانم هست از مهمان برنامه ما که واقعا چه نظارتی هست بر چاپ آگهی ها توی روزنامه های مختلف؟ آیا واقعا نظارت میشه به شرکت ها، به ادارات، به دفاتری که تماس میگیرن و توی روزنامه آگهی درج میکنن؟